اعتراض سلمان فارسی بالای حضرت عمر. روزی حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه دوم مسلمانان در میان مردم سخن می گفت و اصحاب با دقت گوش می دادند. ناگهان حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه برخاست و گفت: ما به سخنانت گوش نمی دهیم تا روشن نکنی چرا لباس تو از لباس دیگران درازتر است. مجلس برای لحظه‌ای در سکوت فرو رفت. حضرت عمر رضی الله عنه نه خشمگین شد و نه ازرده. با آرامش و فروتنی پاسخ داد و گفت: لباس خودم برایم کوتاه بود. برای آنکه بدنم به درستی پوشیده شود، از لباس پسرم عبدالله تکه‌ای گرفتم و آن را به لباس خود دوختم. صداقت در کلامش آشکار بود و هیچ نشانی از برتری جویی در رفتارش دیده نمی‌شد. حضرت سلمان فارسی وقتی سخن را شنید گفت: اکنون سخن بگو ای امیرالمؤمنین. دل مردم آرام گرفت و با احترام به خلیفه گوش دادند. صداقت و تواضع حضرت عمر رضی الله عنه تصویری روشن از عدالت و شفافیت رهبری بود. اگر از این داستان خوشت آمد، حتما کانال ما را سابسکرایب و دکمه زنگوله را فشار دهید.